برخی رسانه‌های روسی اخیراً ادعا کردند که صدها زاده کشورهای آسیای مرکزی از جمله شهروندان تاجیکستان در باریکه غزه مقابل اسرائیل می‌جنگند. این خبر را بار اول اندری سیرینکا تحلیلگری روس روز 9 ینور در تلگرام کانالش نشر کرد و آن به دیگر رسانه‌های روززبان کوچید. او ادعا کرده است که تاجیکان از طریق ترکیه، ایران و افغانستان به سوریه و از آنجا به غزه محاصره شده می‌رسند. همکاران ما این موضوع را پیگیری کردند و حالا کیومر سیاتو اینجا همراه ما است. کیومر سلام، این ادعا تا کجا واقعیت دارد؟ سلام خیرامون و سلام بینندگان عزیز. یک تحقیق خورده که تا این وقت ما انجام دادیم نشان داد که با احتمال زیاد این خبر اساس ندارد. ما با آناهیتا داد خدا روزنامه‌نگار تاجیک مقیم اسرائیل هم صحبت داشتیم و او هم میگفت که از زبان هیچ مقام اسرائیلی این حرف را نشنیده است و در مطبوعات این کشور هم حضور جنگجویان از آسیای مرکزی در نوار غزه رسانه‌ای نشده است. غزه پیش از آغاز جنگ نیز در محاصره اسرائیل قرار داشت و تنها با مصر یک مرز کوتاه دارد. مصر چند سال پیش مرزش را با غزه با دیواری بلند بتونی و سیمخوارپیچ جدا کرد و آن را به یک منطقه کس‌ناگذر تبدیل داد. اندری سیرینکا در مطلبش سوریه را یگانه مسیری رسیدن به غزه نامیده است و اسرائیل را از سوریه اونطور که می‌دانیم بلندی‌های جولان جدا می‌کند و از این منطقه تا غزه زیاده از 336 کیلومتر راه است. اگر پیاده و به ایست راه روید زیاده از 2 روز ضرور میشد. اون هم باید ده‌ها شهر و محله‌های اسرائیل حتی پایتختش تل آویو را باید گذرید. وابسته به این مسئله ما با ادهم حیدرزاده پژوهشگری علوم اسلامی در ترکیه که وضع را در منطقه پیگیری میکند نیز صحبت داشتیم. او هم میگفت که یگانه راهی رسیدن به غزه به واسطه مصر است، ولی به تاکید او گروه حماس با سازمان در مصر ممنوع اخوان المسلمین تمایل دارد و از این رو مصر مرزش را به غزه به حد بسته است که گذشتن از آن تقریبا ناممکن است. ادهم حیدرزاده حضور تاجیکان را در غزه به قول خودش دروغ کلان شاخدار هم نامید. کیومر، با این وجود خبری حضور تاجیکان در غزه را برخی رسانه‌های روززبان نشر کردند و بسیاری ها به این باور میکنند. سبب چی است؟ بله خیرمان، این نکته جالب است. اگرچه حضور جنگجویان تاجیک در غزه غیر واقعی به نظر می رسد، ولی حضور آنها در صف سازمان‌های تندرو در عراق و سوریه ثابت شده است. شاید همین دلیل بود که این خبر را همه مثل خبرهای گذشته پذیرفتند. ببینید سال گذشته در حمله زیارتگاه شاهچراغ شهر شیراز مقامات ایران شهروند تاجیکستان را گناهکار کردند. اینچنین مقامات ایران طراح و اجراگران حمله مرگبار روز 3 ینور در شهر کرمان را نیز تاجیک نامیدند. در 2 سال اخیر مقامات آلمان از بازداشت نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان با گمان تلاش عملهای تروریستی یا عضویت در سازمانهای ممنوع خبر دادند. و کیومر، تحلیلگران سبب گرایش زیاد جوانان تاجیک در کشورهای خارجی به سازمانهای ممنوع را در صحبت با شما در چی می‌بینند؟ البته سبب ها را گوناگون می‌دانند. برای مثال فریدون هادیزاده تحلیلگر تاجیک که ما با او صحبت داشتیم، سبب اساسی گرایش جوانان تاجیک را به گروه‌های تندرو، بیکاری، ناامیدی و یک احساس ترس و فشار دانست. به قول هادیزاده اکثر جوانهای تاجیک در روسیه مخصوصی می‌شوند، اون کشوری که مهاجران همیشه خود را در آنجا بیگانه احساس می‌کنند و زیر فشار و تحقیر و تعقیب هستند. بروس پانیر شارح رادیو آزادی میگوید که فشارهای روزافزون و محیط سیاسی در داخل تاجیکستان در ذهن جوانان ناامید عقیده‌های افراطگرایی را جا میکند، زنده میکند و به قول او فشار مقامات به دیگر اندیشان در تاجیکستان که بیشتر میشود، همین عامل در افراطی شدن جوانان نقش دارد، چون که آنها امید به زندگی خوب را از دست میدهند. تشکر. همکارم کیومر سیاتو درباره ادعاهای رسانه‌های روسی دایر به حضور جوانان تاجیک در جنگ غزه صحبت می‌کرد.